خب سوال بعدی به این صورته، گفته در مثلث قائم الزاویه ABC اندازه زاویه B 15 درجه است. میخوایم ثابت کنیم که اندازه ارتفاع وارد بر وتر یعنی AH 1/4 وتر یعنی 1/4 برابر BC است. خب ما میدونیم که در مثلث قائم الزاویه میانه وارد بر وتر نصف وتر هست. پس من میانه رو رسم میکنم به این ترتیب AM میانه وارد بر وتره. پس AM نصف وتره، یعنی این زل با این زل برابر. پس این مثلث AMB مثلث متساوی الساقینه. پس این زاویه 15 درجه باشه، این هم 15 درجه. خب این زاویه هم زاویه M1 اگه اسمش بذاریم، این زاویه هم زاویه خارجی برای مثلث AMB، یعنی زاویه M1 مثلا بگیرم، زاویه M1 مساوی زاویه A به اضافه زاویه A1 یا 15 درجه به اضافه زاویه B، یعنی 15 درجه به اضافه 15 درجه که 30 درجه است. از طرف دیگه ما میدونیم در یه مثلث قائم الزاویه زل روبرو به زاویه 30 درجه نصف وترش، یعنی در مثلث AHM زل زاویه M1 30 درجه است. خب M1 وقتی 30 درجه بشه، زل روبرو به زاویه یعنی AH که زل روبرو به نصف وترش نصف AM هست. پس AH مساوی AM تقسیم بر 2 هست. اما خود AM نصف وتر بود، یعنی AM برابر بود با BC تقسیم بر 2 تقسیم بر 2. از اینجا هم میشه BC تقسیم بر 4. پس ارتفاع در مثلث قائم الزاویه که یک زاویه 15 درجه باشه، ارتفاع وارد بر وتر 1/4 وتر هست.